فخر دو جهان خواجه فرخ رخ اسعد، مولای زمان مهتر صاحب دل امجد، آن سید مسعود و خداوند مؤید، پیغمبر محمود ابوالقاسم احمد، وصفش نتوان گفت به 70 مجلد، این بس که خدا گوید و ما کان محمد. आखिरी मिसरों का तर्जुमा ये है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम के औसाफ बयान ही नहीं हो सकते, सिर्फ ये कहा जा सकता है कि जैसे खुदा ने कहा वमा काना मोहम्मद, मोहम्मद जैसा कोई. بله، جایی که خدای متعال فرموده باشد و ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن کان رسول الله و خاتم النبیین، ما چه میتوانیم در وصف اون بزرگوار بگوییم الا اینکه عباراتی رو به بهترین نحو و بهترین شیوه در وصف اون بزرگوار بسراییم و شاید اون نیم مصرعی که فرمودن بعد از خدا بزرگ تویی قصه مختصر